از قرن 16 دانشمندای زبانشناس به فکر افتادن که یه زبان بین المللی بسازن که خیلی راحت و آسون و منطقی و جالب و بی‌عیب و نقص باشه، گرامرش فوق‌العاده آسون باشه. بعد زبانهای زیادی هم ساختن، حدود صدها زبان هم ساختن، ولی هیچ کدوم رو سازمان یونسکو تایید نکرد. تا آخر سر یه زبانی به نام بلاپروک، یک کشیش آلمانی اینو ساخت و یه مقدارم رونق پیدا کرد تو اروپا. بعد سازمان یونسکو قبول نکرد، گفت که چون بر مبنای زبان آلمانی ساخته شده اینو قبول نکرد. بعد از چند سال بعد یه دکتری به نام دکتر لودویگ زامنهوف زبان اسپرانتو رو اختراع کرد و این دیگه یه زبان بی‌طرف بود و تمام 10 شرط بین‌المللی شدن یک زبان بین‌الملل رو دارا شد. و به همین خاطر سازمان یونسکو بعد از بررسی کاملی که روی این زبان انجام داد فهمیدن که این زبان لیاقت و شایستگی بین‌المللی شدن رو داره و زبان‌های بومی و ملی و قومی و زبان‌های مادری دنیا این شرایط بین‌المللی شدن رو ندارن، چون فوق‌العاده سختن. و همین